آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ سلام و صد سلام خدمت تک تکی از شما عزیزان و بینندگان برنامه لحظه های آسمانی. با شما هستیم در یکی از برنامه های دیگر و بالای یک موضوع خیلی مهم میخوایم بحث و گفتگو داشته باشیم. طبق معمول در این برنامه مهمان عزیز گرانقدر را دعوت کردیم، جناب استاد فضل حق سلیمانی. سلام علیکم استاد، باز با شما هستیم در یک برنامه دیگر. انشاءالله که برنامه خوب و خوشی داشته باشیم. خوش آمدین استاد. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما برادر عزیز بزرگوارم، همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که تا این روزه و این لحظات که از این ماه مبارک سپری شده است به نحو احسن توانسته باشیم که استفاده بکنیم و امید است که در فرصت آتی و باقی مانده هم بیشتر از قبل استفاده بکنیم از این فرصت. در خدمت شما هستم. استاد، روزها و شب‌های رمضان چطور میگذره؟ رمضان وجودش نعمت است و در طول سال هیچ روز و شبی زیباتر از روزها و شب‌های رمضان نیست. همینقدر کافی است که رمضان هست. استاد، میخوایم در باره یک بحث از نظر من خیلی ها مهم و سوال های در این باب بپرسیم که در هم کسایی که اهل ایمان هستند و هم کسایی که دین ستیز هستند در این سوال ها زیاد میپیچن. سوال است درباره از که الله متعال آزمایشش چطور است، خود آزمایش چی است، چه کسان آزمایش میشن. در سوال اول من یه استاد که ما از دیر وقت از سابق کلانا همه بزرگا بر ما میگن که دنیا دار و یا جای آزمایش است. یعنی چی استاد این حرف؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این جمله که دنیا محل آزمایش است، بله، و محل امتحان و ابتلا هست با تعبیر مختلف، کاملترین و زیباترین تعبیر برای زندگی انسان است. درست. حقیقت زندگی ما در دنیا این هست که ما را الله متعال خلق کرده است. ما که نبودیم و برای آمدن به دنیا هم هیچ نقشی نداشتیم. درست. الله متعال، ما نبودیم، آبا و اجداد ما هم نبودند. درست. ما را آورد و اینجا هم نخواهیم ماند. یک حقیقت غیر قابل انکار است که قبل از ما نماندند، ما نیز نخواهیم ماند. بعد از ما هم نخواهند ماند. و این دنیا هر کسی که آمده است رفته است و به کجا می رویم؟ درست. حکایت این است و سؤال مهمی است. مسیر ما به سوی آخرت است و در دنیای دیگری ما هیچ وقت از بین نمی رویم، بلکه از مرحله‌ای به مرحله دیگری در زندگی منتقل می شویم. درست. و در این دنیا الله متعال این سوال شما رو من با آیاتی از کلام الله مجید جواب بدهم که هیچ گونه شبهه و به اصطلاح شک و تردیدی باقی نماند در اصل موضوع. الله متعال برای ما می‌فرماید که در دو آیه که در سوره مبارکه ملک در ابتدایش که الله متعال وصف خود را می‌فرماید در آیه اول، در آیه دوم می‌فرماید که الذی، اون مبارک است، در آیه اول می‌فرماید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بله. و بعد از اینکه پادشاهی آسمان و زمین رو و اداره امور آسمان و زمین رو می‌فرماید به دست الله متعال است. می‌فرماید در آیه بعد که الذی خلق الموت والحیات، اون کسی است که خلق کرده، آفریده است مرگ و زندگی را. درست. و جالب است که در این آیه الله متعال مرگ را قبل از زندگی ذکر می‌کند. الذی خلق الموت والحیات، درست. مرگ و زندگی را. زیرا که آنچه که ما از مرگ تصور می‌کنیم، موت به اصطلاح، انتقال ما از این دنیا به عالم دیگر،
و بعد استمرار از عالم به عالم دیگر و مراحلی که پشت سر میگذاریم مهمتر است از زندگی این دنیا و حیات این دنیای ما. درست. طول مدت حیات ما و زندگی ما بعد از مرگ که میلیاردها سال است بسیار طولانی تر است از 50 60 یا 70 یا 100 درست. کمتر و بیشتر در دنیا. الله متعال میفهمد که من خلق کردم مرگ و زندگی را. چرا؟ حکمت چیست؟ برای چی خلق شدیم؟ این سوال رو الله متعال برای ما پاسخ میداد که لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا شما را بیازماید، آزمایش بکند همه شما انسان ها را بلا استثناء، تا ببیند نشان دهد به شما که کدامتان بهتر عمل میکنید، زیباتر عمل میکنید. احسن و عملا. این دنیا را الله متعال میفهمد محل ابتلا، آزمایش و امتحان است. درست. ما در میدان امتحان هستیم و پایان این میدان وقتی که تمام شد و رفتیم، نتیجه این امتحان و تلاش و آزمایش رو ما در دنیای دیگر میبینیم. درست. شبیه این تعبیر رو ما در سوره مبارکه انبیا آیه 35 داریم. آنجا باز خیلی شبیه همین است، تعبیر جالب است. اونجا میفهمد کل نفس ذائقة الموت. هر نفسی، هر انسانی طعم مرگ را میچشد. درست. و نبلوکم بالشر والخیر فتنة. تفصیل این سوره ملک آیه دوم را شرح بیشتری آنجا هست که چگونه الله متعال ما را آزمایش میکند. فرمود که شما را آزمایش میکند در سوره مبارکه ملک آیه دوم. فرمود اینجا در سوره مبارکه انبیاء آیه 35 میفرماید که و نبلوکم بالشر والخیر، شما را با سختی ها، مشکلات، درست، و شر و خیر، با هر دو شما را آزمایش میکند. و نبلوکم بالشر والخیر فتنة. استاد مراد تنها مسلمان است یا تمام انسان؟ بله پدرش مراد همه انسان هست. خب. و نبلوکم چون فرمود کل نفس، همه انسان ها طعم مرگ را میچشند. درست. و فرمود که شما را آزمایش میکند به شر و خیر، با شر و با نیکی و خیر، با مصیبت، با سختی ها، با مشکلات و با نعمت ها و آسایش و رفاه. هر دوی اینها فتنتن، یک وسیله ابتلا و آزمایش است. و الینا ترجعون. بعد از اون الله متعال میفهمد که به سوی من الله با عظمت برمیگردید. دنیا محل آزمایش است. درست. ما اینجا نیامدیم که بمانیم. خب اگر میماندیم خب قبل از ما باید میماندن. اگر ماندنی بودیم باید قبلی ها میماندن. خب حکمت چی است که میاییم و میرویم؟ سوال این است. میاییم و میرویم، برای چی آمدیم؟ الله متعال میفهمد من شما را خلق کردم تا اینجا شما را آزمایش بکنم. در آیه آخر سوره مبارکه انعام باز شرح مزیدی بر این آیه است، بر این تعبیر. میفهمد و هو الذی جعلکم خلائف الارض. و او شما را در زمین، برخی از شما را برخی جانشین برخی دیگر قرار داده است. و رفع بعضکم درجات. و بعضی از شما را بر برخی دیگر برتری داده است در نعمت‌هایی که در دنیا هستند. الله متعال میفهمد که اینجا و رفع بعضکم فوق بعض درجات، بعضی از شما را بر برخی دیگر برتری داده است. خوب دقت بفهمید به این تعبیر. استاد از کدام حیث؟ در شکل و شمایل. درست. در جسم از همون ابتدا. یکی قدش، وزنش، شکل و شمایلش، جمالش، کمتر، بیشتر، و در امکاناتی که به اونها داده است، در استعدادها و توانمندی هایی که الله متعال داده است. هیچ کدام انسان ها برابر نیستند، بالا پایین است. در توانمندی ها، در استعدادها، در جسم، در روح، در همه چیز با هم متفاوت است. و رفع بعضکم فوق بعض درجات. چرا؟ سوال پیش میاد خب چرا الله متعال همه رو مثل هم خلق نکرد؟ سوال پیش میاد دیگه. همه ما مثل هم میبودیم، مثل کارخانه‌های ربات درست میکنن، کارخانه‌ای که ربات درست میکنن، مثلا ماشین درست میکنن، همه عیناً یک چیز است، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن، هم یک چیز است. الله متعال میفهمد خب این با اون فلسفه وجود ما و خلقت ما متفاوت است. و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، تا با این تفاوت هایی که در بین شما ایجاد کرده است برخی از شما را بر برخی دیگر آزمایش کند.
شما رو با یکدیگر آزمایش کند. درست. این تفاوت ها سبب آزمایش می شود. چون متفاوت هستیم، این تفاوت ها سبب می شود که ما با یکدیگر آزمایش شویم. درست. ما همدیگر، من الان در زندگی عرض متعال من را آزمایش می کند، همزمان من علاوه بر این که با شرایطی که دارم آزمایش می شوم، در قرار گرفتن با شما و دیگران و اطرافیان سبب و وسیله برای آزمایش آنها هم هستم. آنها سببی برای آزمایش من هستند، من وسیله‌ای برای آزمایش آنها هستم و این تفاوت‌ها سبب می شود که آزمایش بشه. درست. الله متعال ما را آزمایش می کند و در این دنیا همه آزمایش میشن بلا استثناء. مسلمان و کافر، هر انسانی در این دنیا می آید آزمایش می شود، همه آزمایش می شود و این آزمایش ها، بعضی از آزمایش ها با دادن نعمت است، بعضی از آزمایش ها با گرفتن نعمت است. استاد سوالم هم دقیقا همینجا بود که چطور است که بعضی انسان ها فکر میکنن تنها شر ملاک آزمایش است، یعنی وقتی که شر به کس میرسه، پیسیش گرفته میشه، عزیزش از دنیا میره، این آزمایش است. غیر از این پس در حالت که خدا برکت میده، نعمت میده، این هم آزمایش است. در همین آیه که در سوره مبارکه انبیا خدمت شما تلاوت کردم، الله تعالی فرمود و نبلوکم بالشر والخیر، بله، شما را با شر و خیر آزمایش میکنم. در سوره مبارکه فجر باز الله تعالی میفرماید فاما الانسان اذا ما ابتلاه فاکرمه و نعمه. ابتلاه، وقتی او را ابتلا میکنند، فاکرمه و نعمه، او را اکرام میکند و به نعمت میدهد. نشان از این دارد که خود نعمت یک ابتلا و آزمایش است و گرفتن نعمت باز یک ابتلا و آزمایش دیگری است. هر آنچه در این دنیا اتفاق میافتد آزمایش است. درست. اگر الله متعال به کسی نعمت میدهد یک آزمایش است. بله. اگر نعمتی را میگیرد باز یک آزمایش است. خود نعمت داشتنش یک آزمایش است، نداشتنش یک آزمایش. عده‌ای را الله متعال با دادن نعمت آزمایش میکند، عده‌ای را با گرفتن نعمت آزمایش میکند و چه بسا که دادن نعمت امتحان سخت تری است تا گرفتن نعمت. بعضیا فکر میکنن که نداشتن یک نعمتی، حالا این نعمت میتواند سلامتی باشد، میتواند مال باشد، میتواند که فرزند باشد، میتواند که علم باشد، میتواند که این نعمت ها رزق و روزی فراوان است. شما هر نعمتی که دور بر ما هستن، اینها و ما بكم من نعمت فمن الله. الله متعال میفهمد هر نعمتی که دور بر شما هستن از سوی الله متعال است. درست. از سلامتی و وجودمان بگیریم تا تک تک اعضای بدن کار کردنشان و سلامتیشان، تا خانواده، تا دوستان، تا آشنایان، تا اعتبار، تا مال، تا مدرک، تا علم، تا رزق و روزی، همه اینها که مفاهیم رزق و روزی هستند، همه اینها نعمتی از سوی الله متعال است. درست. همه اینها یک ابتلا هستند. گرفتن هر کدام از اینها هم باز یک آزمایش است. درست. آزمایش با نعمت سخت‌تر است تا آزمایش با گرفتن نعمت. بله. چرا؟ چون وقتی که نعمت به سراغ انسان می آید، چه بسا که انسان غرور، تکبر و اون فاصله میگیره انسان از الله متعال، نعوذ بالله. بله. و چون فاصله میگیره شیطان بیشتر به سراغ او میرود و انسان فکر نمیکنه اصلا. و حالا یک سنت های عجیبی را الله متعال دارد. یکی از سنت های الله متعال، قانون های الله متعال در دنیا این هست، قانون هست. این قانون زندگی است. همونطور که ما میگیم دو تا میشه 4 تا. بله. همونطور که ما در علم فیزیک یا فیزیا قوانینی داریم. درست. همونطور که در علم کیمیا ما یک سری معادلاتی داریم، جدول مندلیوفی داریم و موارد دیگری داریم. اینها آن چیزی است که الله متعال در دنیا قرار داده است. اینا رو که ما به دست نیاوردیم. معادلات فیزیک و مثلا فیزیا یا کیمیا و شیمی رو ما اینا رو که ما به وجود نیاوردیم. اینا وجود داشتن، انسان ها تازه یک بخشی از اینها رو درک کردند. درست. عین همین معادلاتی در زندگی ماست که الله متعال قرار داده و آن معادلات رو در قرآن کریم برای ما ذکر می‌کند. من خالق این معادلات رو دارم. من شما رو برای این خلق کردم. شما رو آزمایش می‌کنم. در این آزمایش به یک کسی کمتر میده یک نعمتی رو، به کسی بیشتر میده. درست. اون کسی رو که کمتر داده با اون کمتر دادن آزمایش میکنه، اون کسی رو که بیشتر داده با اون بیشتر دادن آزمایش میکنه. شما وقتی در میدان امتحان هستید، شما وقتی وارد میشید به یک میدان مسابقه، درست، طراحی شده و از قبل آماده شده، شما رو میسنجن. شما وقتی وارد شدی تلاش شما چی است؟ هدف چی است؟ هدف از این آزمایش وقتی که بفهمه انسان که من اینجا چی کار میکنم، برای چی آمدم. وقتی شما در میدان مسابقه وارد میشید، هدف یک چیز است.
پیروز بیرون بیایم از این مسابقه. چطور موانع، سختی ها و گردنه هایی که جلوی من قرار گرفته، حریفی که پیش روی من قرار گرفته، درست. من چطور بر او پیروز بشم. هدف یک چیز است فقط، چطور من از همه اینها گذر کنم. شما دیگه نمیپرسی که آقا چرا شما اینجاست، من در مسیر راه میدویدم، شما جلوی راه من اینطور چیز سختی گذاشتی که من نتوانم بدوم. درست است؟ شما بعضی مسابقات آدم میبینه بسیار کارهای عجیب غریب میدون، یک دفعه زیر دستش باز میشه میافته پایین، یک دفعه از اون طرف چیزی میخوره به کلش در آب میافته، یک دفعه بعد روی آب بره، یک دفعه بعد آویزان بشه. اینا مسابقه اصلا نیست. بله. خب حالا یک کسی در این میدان مسابقه بیاید اعتراض بکنه به کسی که این مسابقه رو طراحی کرده که یعنی چی تو اینجا این رو گذاشتی، تو اون رو گذاشتی. میگن خب ما اصلا به همین خاطر گذاشتیم که تو رو آزمایش کنیم. میگه اصلا فلسفه این مسابقه همین است، اصلا طراحی شده به خاطر همین. دنیا، انسان وقتی میداند که این دنیا محل آزمایش است، الله متعال من و شما رو خلق کرده، این حقیقت دنیاست، بخوایم بپذیریم نخوایم نپذیریم این واقعیت رو تغییر نخواهد داد. کسی به این باور داشته باشد باور نداشته باشد، این حقیقت موجود دنیاست. حالا کسی بیاد بگه من اصلا علم فیزیک شما رو قبول ندارم، بندازید دور، چیه شما دانشگاه نشستین فیزیک میخوانید، بده مسخره بکنه. مثلا علم کیمیا رو مثلا قبول ندارم، کی گفت علم کیمیا است؟ خب آیا با قبول نداشتن این فرد چیزی از ارزش آن علم کم خواهد شد؟ نخیر. آیا اون حقیقت انکار خواهد شد؟ آیا اون حقیقت گم خواهد شد؟ این هم همین است، این حقیقت دنیاست. الله متعال ما را آورده 200 سال پیش هیچ کدام از انسان‌هایی که الان روی زمین بودن نبودن، 200 سال بعد هم نخواهند بود الا ماشاءالله. ما آمدیم و میریم، همونطور که میلیاردها نفر قبل از ما آمدن، 8 میلیارد الان هست و میلیاردها بعد از ما خواهند آمد، همه میرویم. درست. آنچه که میماند کارنامه اعمال ماست، آنچه که میماند آزمایش‌های الهی در دنیا برای هم است. برای مسلمان هست، برای کافر هست، برای مرد است، برای زن است، برای پیر است، برای جوان است و یکسان نیست آزمایش ها. الله متعال با حکمت خود هر کسی را به یک شکلی آزمایش می کند و این آزمایش های الهی را الله متعال گذاشته تا لیبلوکم ایکم احسن و عملا، کسی بیشتر چه کسی بهتر عمل می کند. اصلا دین سیتیزا هم همین سوال پیشکش میکنن به مسلمان ها. به نظرم در قرآن کریم هم چنین سوال آمده که وقتی که به حالت و شکل شمایل مسلمان ها در این دور زمان ببینی خیلی کمتر هستن از حیث مال، از حیث منال نظر به کفار. میگن که اگر که شما حق هستی خدایتان برتان میداد. از این معلوم میشه استاد که پس ما در کمبود، ما در کمیت، ما از نظر مال در آزمایش هستیم و اونا در قدرت و پولی که دارن اونا در آزمایش هستن. درست است؟ من این سوال شما رو در دو بعد باید جواب بدم. یکی این که اولا ما اگر بحث اسلام باشد، بله، در 1400 سال گذشته ما در 100 سال آخر است که مسلمان ها بعد از فروپاشی خلافت عثمانی قدرت اول جهان نیستند. ما در 13 قرن از زمان نزول قرآن کریم و فتوحات صحابه و از وقتی که سرزمین های مختلف به دست صحابه فتح شد، از زمان سیدنا عمر و بعد، ما حرف اول دنیا را می زدیم تا 100 سال پیش. درست است؟ در 13 قرن 1300 سال مسلمان ها حرف اول دنیا را زدن. این یک حقیقت تاریخی غیر قابل انکار است. بله. در این 13 قرن مسلمان ها حرف اول اقتصاد، حرف اول سیاست، حرف اول تمدن، حرف اول علوم مختلف رو در دنیا می زدن و بسیاری از پدران علوم مختلف مسلمان ها هستند، در این که شکی در این نیست. در این 100 سال گذشته مقدار تغییر کرده است. به این هم میرسیم که چرا؟ یعنی ابتلا به این معنا نیست که الله متعال همیشه ما رو چیکار میکند؟ همیشه ما رو سختی بدهد. درست. اما آزمایش هست. یک نکته رو من اشاره میکنم، در پایان به پاسخ آخر میرسم. بر بخش اول رو جواب دادم، بخش دومش رو بعد از این اشاره میکنم که درست. موضوع بهتر فهمیده شود. ما در سوره مبارکه عنکبوت الله متعال میفهمد الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بعضی از مسلمان‌های ما دچار سوء فهم شدن از مفهوم اسلام و از مفهوم دینداری و عبادت. گمان میکنند که این دنیا محل جزاست و آخرت رو فراموش نکردن. احساس میکنن در همین دنیا هم
کسی که عبادت میکند، نماز میخواند، طاعت میکند، عبادت میکند، باید تمام آنچه را که انجام داده است ثمره او رو در همین دنیا خداوند به او بدهد. حسب الناس، و هیچ مشکلی نداشته باشد، سختی نداشته باشد. یعنی اینکه چون مسلمان است نه سختی ببیند، نه مشکلاتی ببیند، نه مصیبتی ببیند، نه کمبود مالی ببیند، نه سختی به برسد و خلاص. چرا؟ چون مسلمان است. درست. همچین مفهومی غلط است. ما همچین مفهومی نداریم در دین. همچین چیزی در دین نیست که شما مسلمان شدی هیچ مشکلی نبینی، سختی نبینی، وضعیت خوب بشه، مشکل مالی نداشته باشی، مشکل چیز. این همچین چیزی اصلا غلط است. همچین تصور. حرف درست چیست؟ حرف درست. قرآن میفهمد حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا برخی گمان میکنن همین که گفتن ایمان آوردیم دیگر آزمایش نخواهند شد؟ دیگر خلاص چون شما بچه مسلمان هستی دیگه از همین الان وضع شما خوب است دیگه، حساب بانکی شما برابر است و نه مریض بشی، نه سختی ببینی، نه مشکلی ببینی، خلاص دیگه از همین الان شما در جنت الفردوس قرار میگیری و تمام نعمت‌های جنت الفردوس همین الان در دنیا به شما داده خواهد شد. این تصور غلط است. حالا تو میفهمید آیا بعضی فکر کردن که اینطور خواهد شد. حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همین که گفتن ایمان آوردیم دیگه آزمایش نمیشوند. ولقد فتنا الذين من قبل از شما خیلی بهتر از شما مسلمان ها بودند و بهتر از شما انسان ها بودند که آزمایش شدند. ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تا الله متعال کسانی را که واقعا ایمان حقیقی دارند از کسانی که ادعای ایمان دارند مشخص کند. قبل از ما پیامبرانی که قبل از ما آمدند، پیامبران الهی رو شما حساب بکنید از زمان ابراهیم علیه السلام، مثلا نوح علیه السلام، بیاید به این طرف. کدام پیغمبر بوده است که دچار سختی و مشکلات و مصیبت نبوده است؟ آیا ما انسان‌های بهتر از انبیای الهی در دین در تاریخ بشر داشته ایم؟ استاد که سوالات مهم هممی است. وقتی که آزمایش، حرف آزمایش میاد ما میفهمیم که پیغمبران و انبیای الهی از در راهی که شریعت بر کمال برسانند و پیام رب متعال برسانند به شکل درست خیلی رنج و مشقت زیاد میبینند. پس آیا این سوال یعنی طرح میشه یا با وجود میه که چه کسی زیادتر آزمایش میبینه در بین مخلوقات، در بین انسان ها؟ همین سوال را یکی از صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید. سوال این بود که یا رسول الله ای الناس اشد بلاء، کدام انسان ها بیشتر ابتلا می شوند، مبتلا می شوند، آزمایش می شوند؟ فرمود الانبیاء، پیامبران الهی بیشتر از هر کسی در دنیا مورد آزمایش و ابتلا قرار می گیرند، بیشتر از هر کسی. فرمود سپس بعد از انبیا؟ فرمود در روایتی الصالحون، نیکوکاران. باز فرمود دیگر، فرمود الامثل فالامثل، بهترین ها و بهترین ها. در ادامه فرمود یبتلی الرجل علی حسب دینه، هر کسی به اندازه دینش نزد رب متعال بیشتر آزمایش می شود. اگر دین او محکم بود آزمایش او سخت‌تر خواهد بود، اگر دین او کم بود آزمایش او هم آسان‌تر خواهد بود. ما در میدان، در همین دنیا هم شما وقتی که بخواید در میدان مسابقه کسی رو بفرستید، شاگردانی دارید و کسانی پیش شما تمرین کردن برای مسابقه میفرستید، کدام رو میفرستید؟ بهترین. شما بهترین رو میفرستید چون که روی اون حساب میکنید، درست است؟ بهترین رو میفرستید به خاطر اینکه این امیدی هست کسی که بهتر است همیشه بیشتر آزمایش میشود. از این مسابقه به این مسابقه، از اون تورنمنت به این تورنمنت، از اینجا به آنجا. آیا کسی که بیشتر آزمایش میشود باید بگوید که آقا چرا من رو انقدر میفرستی این طرف آن طرف؟ اعتراض بکنه به شما؟ این نشانش چی است؟ این نشان اعتماد شما به این فرد است یا بی‌توجهی شما به این فرد؟ اعتماد. دقیقاً همین حکایت است. درباره انبیای الهی وقتی که ما نگاه میکنیم، درست، الله متعال در همین حدیث هم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که انبیا را الله متعال بیشتر از هر کسی ابتلا و آزمایش میکند. کسانی که در زندگی ابتلا و آزمایش میشوند زیاد، این خودش یکی از نشانه های این است که الله متعال
این انسان را بیشتر دوست دارد، او را بیشتر آزمایش می کند، بیشتر سختی می دهد. تا چرا؟ سوال است چرا؟ چون که اگر گناه داشته باشد گناهان او بخشیده می شود. درست. اگر نداشته باشد صبر می کند، استقامت می کند، درجه و مقام او بالا می رود. رسول الله علیه السلام فرمود عجبا لامر المؤمن. جای تعجب دارد کار انسان مسلمان. کار او همه او خیر است. اگر به او خوبی برسد شکر می کند، برای او خیر است. اگر به او سختی برسد و مصیبت برسد صبر می کند، برای او چی است؟ خب برای او خیر است. و در حدیث دیگری فرمود ما یصیب المؤمن من نصب ولا نصب هم ولا غم ولا اذى. هیچ سختی، هیچ مصیبتی، نصب، مصب، هم، غم، حزن، در این حدیث اینو همه ذکر شد. انسان مسلمان را هیچ مصیبتی، سختی، غمی، اندوهی، مشکلاتی نمیرسد حتی شوکتی و شکوها، ولو اینکه خاری به پای او بخلد فرو برود الا و کفر الله بها من خطایا. همین خاری هم که به پای این فرو رفته است می توانست در مسیر کسی دیگری قرار گیرد. الله متعال در مسیر را این قرار داد. با همین دردی که تحمل می کند از همین خار الله متعال بخشی از گناهان او را می بخشد. آزمایشات سبب پاک شدن گناهان می شود. درست. ریخته شدن گناهان می شود برای کسی که بداند میدان آزمایش یعنی چی؟ برای کسی که بداند. شما در همین سختی ها امتحان هم کسی که تحمل میکنه، بارهای سنگین میذارن روی فرد، وزنه 100 کیلویی بلند میکنه، 200 کیلویی بلند میکنه، زیر فشار است تحمل میکنه. خب همین هرچی بیشتر تحمل کند امتیاز بیشتری دارد یا نداره؟ بله درست. خب در میدان آزمایش طبیعت میدان همین است. هر کسی بیشتر تحمل کرد بیشتر اجر میبیند، بیشتر ثواب میبیند و گناهان او کمتر میشود. استاد یک سوال سمازرک میخواد. چند گفتار پیشتر شما گفتین که آزمایش باعث از این میشه که خوب و خوبتر معلوم شود. آیا در بین انسان ها و پیغمبران آزمایش یک نتیجه داره؟ به معنی از این که وقتی مشقت و سختی و آزمایش با در مقابل راه پیغمبران و انبیاء الهی می آمد، این برای متمایز کردن خوب و خوبتر بود یا کدام دلیل دیگه داره؟ یک روزی عبدالله بن مسعود میفرماد رفتم پیش رسول الله علیه السلام. دیدم بسیار شدیداً تب کرده است. شدید. گفتم یا رسول الله شما خیلی تب کردید. گفت بله من 2 برابر شما تب میکنم. یعنی تب کردن من، سختی بیماری من 2 برابر شما است. گفتم یا رسول الله چرا؟ بخاطر اینکه اجر و پاداش شما بیشتر است. فرمود بله چون ما اجر و پاداش ما هم بیشتر است. انبیا که گناهی نداشتن معصوم بودن. برای آنها بالا رفتن درجات است. یک. دوم که الله متعال نشان دهد که آزمایش در دنیا وقتی من بنده را آزمایش میکنم به این معنا نیست که با او مشکلی دارم، به این معنا نیست که آدم بدی است، به این معنا نیست که گناهکار است. مگر انبیای الهی که معصوم بودن چه گناهی کرده بودن؟ ابراهیم علیه السلام رو شما ببینید مشکلات و سختی‌هایی که تحمل کرده است در طول زندگی. با آیاتی در قرآن بهش اشاره می‌کنه، می‌پردازیم در سوره بقره. آیات بسیار لطیفی است در حکایت صفا و مروه. و نوح علیه السلام رو شما می‌بینید که چگونه سختی می‌کشد. 950 سال مشکلات و سختی‌ها و فرزندش چو پیش چشمش غرق می‌شود، همسرش غرق می‌شود. لوط علیه السلام رو می‌بینید که همسرش غرق می‌شود. یعقوب علیه السلام رو شما ببینید که فرزند او از بین فرزندان او چه مشکلاتی با هم پیدا میکنن. یک فرزند رو به چاه میاندازن. یوسف علیه السلام گم میشود و میرود و بین رفتن تا آمدنش برخی از مفسرین گفتن 50 سال، بعضی گفتن 80 سال فاصله افتاد بین یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام. در فراق یوسف علیه السلام اشک میریزد و کور میشود. خود یوسف علیه السلام به چاه افتاد، وارد برده شد، فروخته شد، وارد قصر شد، متهم شد، به زندان افتاد. آیا اون لحظاتی که یوسف علیه السلام در زندان بود و 7-8 سال در زندان گذشته است، درست. یوسف علیه السلام زیباترین انسان زمانه خود، بلکه از زیباترین های تاریخ بشر که رسول الله علیه السلام فرمود که در شب معراج که ایشان را دید، رسول الله علیه السلام با آن جمال فرمود که من در تعجب ماندم. الله متعال نصف زیبایی های دنیا را به این آدم داده بود. به یوسف علیه السلام کریم، ابن الکریم، پیامبری که پدرش پیامبر، پدر بزرگش پیامبر،
پدر بزرگش پیامبر، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، 4 نسل پیامبر است. این انسان برادرانش او را به شام میاندازند، از 13 14 سالگی برده می شود، فروخته می شود، متهم می شود، به زندان می افتد، 8 سال در زندان، 9 سال در زندان است. یک نفر نیامده بگوید من با یوسف ابن یعقوب ملاقاتی دارم. 8 سال در زندان یک ملاقاتی نداشت. نه برادر، نه خواهر، نه پدر، نه مادر، نه دوست، نه آشنا، متهم به خیانت به مادرخوانده خودش در زندان افتاده است. با آن جمال و نازنینی چه جرمی کرده؟ آیا اندرای متعال یوسف رو دوست نداشت؟ آیا یوسف علیه السلام پیامبر اندرای متعال نبود؟ آیا زیباتر از یوسف علیه السلام در زمانش وجود داشت؟ الله متعال آزمایش میکند تا به ما نشان بدهد که ای بنده من، تو هرچی زیبا باشی از یوسف که زیباتر نیستی. درست. ببین اون چطور صبر کرد، چطور امتحان پس داد، چطور آزمایش رو در برابر وسوسه های یک زنی شوهردار به نام زلیخا که او رو وسوسه کرد. تسلیم نشد. حاضر شد به زندان برود اما تسلیم نشد. این امتحان ها رو همه رو پس میداد. بعد نتیجه همه اینها صبر و استقامت، یک دفعه از زندان می آید به تخت پادشاهی می نشیند. استاد از این گفتار اخیرتون یک سوال خیلی خوب من جواب گفتین که مال و منال و برکت ملاک دوستی و رحمت رب نیست بلکه آزمایش است. یک نکته بسیار مهم. درست. در نقطه مقابل ما میبینیم از یک طرف اولیای ادای متعال اینطور در سختی ها و مشکلات قرار میگیرند. بله. از طرف قارون را ما داریم. موسی علیه السلام، خود موسی علیه السلام، حالا قارون و فرعون. بله. موسی علیه السلام وقتی به دنیا می آید طفل است، شیرخوار، می آیند که سر او را ببرند، مادر او را می اندازد به آب، می رود در قصر، بزرگ می شود. آزمایش از دوران کود، از کودکی حتی، و سختی هایی که تحمل کرد و مجبور شد یک جای نخواسته که را مشتی زد و مرد. بعد فرار کرد پای پیاده فرار کرد از مصر تا مدین و 10 سال چوپانی کرد. موسی علیه السلام کسی است که با الله متعال بدون واسطه صحبت کرده است. یکی از 5 انسان برتر روی زمین است. درست. این انسان نازنین چنان سختی میکشید، 10 سال چوپان بوده، چوپان. بعد از اون که برگشت در مواجهه با فرعون، چه مشکلات، چه سختی ها، چه مصیبت ها، چه رنج ها، چه تهدید ها، چه اهانت ها، از دست خود بنی اسرائیل چه ها که نکشید از دست بنی اسرائیل، چون بسیار از بنی اسرائیل ایمان نیاورده بودن به موسی علیه السلام. بله. الله تعالی میفرماید فما آمن لموسی الا ذریة من قومه، یک عده بسیار اندکی با ایمان آورده بود. و فرعون چطور تحمل میکرد در همون روزهایی که موسی علیه السلام غذایی برای خوردن نداشت. قارونی بود که الله تعالی میفرماید کلیدهای گنجهای قارون را، وقتی که شما یک گروهی نیاز بود تنومند تا فقط کلیدهای گنجهای قارون رو از منطقه به منطقه دیگری منتقل کنند، نه خود گنجها، کلیدهای گنجهای قارون. درست. و فرعون رو ما میبینیم در آن ناز و نعمت. این مقایسه الان موسی علیه السلام در این مشکلات و سختی ها و مصیبت ها و غم و اندوه و نداری و فقر، و قارون با آن ثروت، ان قارون کان من قوم موسی، الله تعالی میفرماید از خود قوم موسی هم است. بله. و فرعون و هامان رو میبینیم. خب حکایت چیست؟ الله متعال یک نقطه لطیفی هست. الله متعال در سوره مبارکه انعام میفرماید که من برای امتهای گذشته پیامبرانی فرستادم و اونها را آزمایش میکنم و ابتلا کردم. درست. تا این آزمایش ها و ابتلاعات سبب بشود که اینها به اشتباه خود پی ببرند، برگردند. شما انشاءالله که باز ازدواج بکنید و فرزندی داشته باشید، پدر بشید انشاءالله، و عزیزانی که پدر هستن و مادر هستن صحبت من رو بیشتر متوجه بشه. وقتی فرزند انسان یک مقداری بازیگوشی میکنه، پاره جگر شماست، پاره تن شماست، او را دوست دارید. وقتی که یک مقداری رشد کرد و بیادبی کرد، شما رو تنبیه میکنید. به خاطر چی؟ چون او رو دوست دارید، چون نمیخواهید که در مسیر بد قرار بگیره. مریض میشه، او رو شما میبرید دکتر، آمپول میزنید. خدای نکرده نیاز داشته باشه به اینکه جراحی بشه، تیغ برمیدارید، بدن او را میبرید. درست است یا نه؟ زخم هست یا نیست؟ چرا این کارا رو میکنید؟ چون او را دوست دارید، چون میخواهید که او را از این مسیر، از این بیماری نجات بدهید، برگردانید. اگر پدری به فرزند خود سیلی بزند، به خاطر چی هست؟ برگرده. الله متعال میفرماید من بعضی وقتها ابتلا و آزمایش میفرستم
لعلهم یتضرعون، تا باشد اون کسانی که از من دور شدن، اون نعمت ها اونها رو فریب داده، خدا رو فراموش کردن، دین رو فراموش کردن، آخرت رو فراموش کردن، این سختی سبب بشه که اون برگردد. یک وقتی هست که نه، این انسان دیگه چنان دور رفته این چیزا هم سرش نمیشه. شما بچه‌ای هست، خدا نیاره برای ما و شما، کسی هست پدری بچه رو میزنه بعد زدن اصلا گوش نمیده، این بچه خود تنبیه عادی میشه براش. به حدی میشه که این پدر میگه من بچه‌ای به نام فلانی ندارم، دین دندانی لقی بود من این را کندم انداختم دور، دیگه بچه‌ای به نام فلانی ندارم. مادر میگه دیگه دختری به نام فلانی ندارم. درست. و این رها میشود، فکر میکنه که من آزادم. درست است. این بچه دیگه میگه من مستقل شدم، از پدر بریده، از مادر بریده و هر کار بکنم آزاد، کسی به من کاری نداره. درست است. درست. خب الان این آدم این خیلی وضع خوبی دارد، خیال خودش خوب است. یا مثال دیگه، یک کسی که در بیمارستان افتاده است، در بخش CCU بستری است، او از این طرف سرم وصل است، از اون طرف اکسیژن وصل است، از این طرف ممنوع ملاقات است، رژیم غذایی سنگین دارد. یک نفر دیگری هست رفته پیش دکتر، سرطان بدنش را گرفته، به مراحل بالا رسیده، دکتر میگه که این خب 2 ماه تا 4 ماه تا 6 ماه وقت داره، بگذارنش هر کاری دوست داره بکنه، هر چی میخواهد بخوره. اگر اینی که روی تخت است با اون بیرونی که سرطان گرفته 2 ماه وقت داره، 4 ماه نگاه بکنه، بگه خوش به حال تو، هر جا میخوای میری، هر جا میخوای میگردی، هر چی میخوای میخوری، این عاقلانه است؟ ما یک انسان عاقلی که جریان رو میدانه چی میگوید؟ بابا تو هنوز امید به زنده ماندن تو است، از او قطع امید شده است. الله متعال میفرماید در آیه 44 سوره مبارکه انعام، بعد از این که میفرماید من میگیرم تا برگردن برخی، سختی میدهم، مشکلات میدهم، بین امید که شاید این اصلاح شد برگشت. لعلهم یتضرعون، تا باشد که تضرع کنند. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. چرا وقتی که مشکلات مصیبت ها میاد، غم میآید، تو نمیفهمی ای انسان؟ چرا دل تو سخت شده؟ چرا شیطان همچنان تو رو وسوسه میکنه؟ آیه بعد میفهمد اگر برنگشت چی میشود؟ این بسیار فهم این موضوع بسیاری از سوالهای ما را جواب خواهد داد در بحث ابتلا و آزمایش. این نکته بسیار مهم است. درست. بسیاری از عزیزان ما، برادران و خواهران مسلمان ما در موضوع آزمایش و ابتلا این آیه را یا متوجه نشدن یا ندیدن. اگر این رو بفهمیم با یک آیه دیگری که به اضافه خواهم کرد، آیه 44 سوره مبارکه انعام، الله متعال میفرماید بندگانی را من سختی میدهم، مشکلات میدهم تا برگردن به سوی الله، ایمان بیاورن، توبه بکنن، خدا را بشناسن. درست. اگر برگشت که خب، اگر برنگشت فلما نسوا، اگر فراموش کرد اصلا خدا و پیغمبر و دین اینا، چی میشه؟ الله متعال میفرماید میکشم او را. نه، فلما نسوا ما ذکروا به، اگر فراموش کرد آنچه من به او پند داده بودم، فتحنا علیهم ابواب، من درهایی را بروی او باز میکنم. نه یک در، درها، ابواب. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، یک چیز هم نه، هر چیز. ابواب کل شیء، هر کسی که راه من رو ول کرد، الله متعال میفهمد. این قرآن است، سنت الهی است. این رو میگن امهال، فرصت دادن، استدراج. کسانی رو که از مسیر راه الله متعال منحرف میشوند، درست، پشت میکنن، بر نمیگردن، نمیفهمن این سیلی ها و این چیزها را، قلب اینا سنگ شده، بلکه بدتر از سنگ آب خارج میشه و از دل اینها هیچ. اینها را الله متعال میفرماید فتحنا علیهم ابواب کل شیء، هر چیزی به اینها میدم. درها، یک در نه، درها رو باز میکنم، یک شی هم نه، هر چیزی رو. مال پیدا میکند، ثروت پیدا میکند، شهرت پیدا میکند، قدرت پیدا میکند، دوستای زیادی پیدا میکند، روز به روز رونق پیدا میکنه این فرد. درست. یک دفعه چی میشود؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا جایی میرسد که سرمست میشود از آنچه که من به او دادم. تا این حد. آیه قرآن است. یک دفعه اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، یک دفعه مرگ به سراغش می آید، از بیخ او را میکنم میره به قیامت. یک دفعه این میماند و یک پرونده عظیمی از گناه. فرصت توبه به او نمیدم. هر کاری که میخوای بکن، من با تو کار دارم. چیزی که مثلا فاذا هم مبلسون، یک دفعه ناامید مرگ آمد، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ریشه کن میکنم او را. در شبیه این آیه را ما در سوره مبارکه آل عمران داریم، در آیه 178 الله تعالی میفرماید ولا يحسبن الذين كفروا، کافران فکر نکنند انما نملی لهم خیر لانفسهم، من با آنها مهلت میدهم
به این خاطر است که خیر آنها را میخواهم. درست. بعضی فکر میکنن که خب فلان کشور کافر، فلان کشور غربی، فلان کشور اروپایی، آمریکایی، این کافرها رو ببین، نه نماز میخوانن، نه روزه میگیرن، نه فلان، نه فلان. روز به روز رونق اینا بیشتر میشود، روز به روز خدا به اینا بیشتر ثروت میده، روز به روز فلانی رو ببین، اون که همش نماز میخوانه، روزه میگیره، این ببین اون برادرش یا اون فامیلش نه نماز میخوانه، نه روزه میگیره، اینو با اون مقایسه بکن، این روز به روز سختیش بیشتر میشه، این روز به روز ثروت و قدرتش بیشتر میشه. سوالی که زیاد در گوش میرسه این روزه. خب پاسخ این سوال رو کی باید بدهد؟ من و شما، یا کسی که خالق آسمان ها و زمین و خالق من و شما و او است؟ به تحقیق رب متعال. الله متعال میداند حکایت چیست، ما و شما که نمیدانیم پشت پرده چی است. الله متعال میفهمد من قانون من است، این از قوانین من است. اگر کسی به سمت من آمد، البته این رو فراموش نکنیم، قانون دیگری هم هست که الله متعال میفهمد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم سرزمین ها تقوای الهی پیشه کنند، آن گونه ای که شایسته عبادت الله است، خالصانه، مخلصانه، درست، رابطه خود رو با الله درست بکنن، برکت میفرستم در زندگی اینها، برکت میفرستم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. رابطه با الله محکم شد، مستحکم شد، تقوای الهی درست شد، الله متعال میفهمد راه برون رفت از مشکل براش درست میکنه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. تقوای الهی رو شایسته آمد، کارش آسان میکنه. برکت هست، آرامش هست، قناعت هست. این معنی نیست که حالا حتما باید ثروت آنچنانی بدهد در رابطه. آرامش هست، برکت هست، طمأنینه هست. این قسمت اولی که فراموش میکنن. الله تعالی فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. کسانی که بیدینن، کسانی که کافرن، کسانی که از راه من بدر شدن، فکر نکنن من با آنها مهلت میدهم، خیر آنها را میخواهم. انما نملی لهم، جز این نیست که من با آنها مهلت میدهم لیزدادوا اثما، تا بیشتر گناه کنند. نتیجه چی میشود؟ بیشتر عذاب میشوند. این عذاب الهی است، این نعمت نیست، این خطر است. اون بیچاره رو که قطع امید شده از اون میگن برو هر چی میخوای بخور. چرا؟ چون تمام میشه دیگه، سر محبت تمام میشه کارت. این حکایت است. الله متعال میفهمد اگر رونقی هست، این همیشه گرفتن نعمت به معنای بد بودن فرد نیست و دادن نعمت به معنای خوب بودن فرد نیست. دقیق. الله متعال به بدها بعضی وقتها چنان میدهد به مانند قارون در زمانی که موسی علیه السلام و بنی اسرائیل در گرسنگی هستند که کلیدهای خزانه های قارون رو شما نمیتوانستی شماره بکنی. و فرعونی هست و هامانی هست و این طرف موسی علیه السلام هست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در شیب ابی طالب 3 سال پشت سر هم محاصره است. از گرسنگی مردم هر چی گیرشان می آمد پوست درختی را، برگ درختی را می‌خوردن در شیب ابی طالب. با آن طرف ابو جهل و ابو لهب و بقیه دیگران در ناز و نعمت و قدرت بودند. در خندق رسول الله علیه السلام و یارانشون سنگ به شکمشون بسته بودند. سنگ بسته بودند از گرسنگی. با آن طرف پشت خندق روزانه چند صد تا شتر کشته میشد. با اونا می‌خوردن. آیا این به این معناست که رسول الله علیه السلام را الله تعالی دوست نداشت؟ انقدری که رسول الله علیه السلام در زندگی آزمایش شده است، هیچ انسانی در زندگی آزمایش نشده است. سختی هایی که دید، از بچگی که به دنیا آمد، طفل 6 ساله‌ای که نه پدر دارد، نه مادر دارد، نه خواهر دارد، نه برادر دارد، همسر خود را از دست داد، فرزندان خود را 6 تا از فرزندان خود را رسول الله علیه السلام از دست داد در حیات خود. بسیار از صحابه ایشان روبروی چشم ایشان کشته شدن و دفن شدن. گرسنگی کشید، سختی کشید، بیماری کشید، تهمت زده شد، کتک خورد، سر و صورتش زخمی شد، پاهای زخمی شد، اهانت شد، گستاخی شد و همه اینها رو تحمل کرد رسول الله علیه السلام. این دنیاست. دنیا محل آزمایش است. درست. الله متعال می‌فرماید در سوره مبارکه بقره، من دوست دارم شما و بینندگان عزیزم اگر با من همراهی بکنید، من آیاتی رو در سوره مبارکه بقره به همراه شما، بسیار آیات عجیبی است در این موضوع. در آیه 155 سوره مبارکه بقره الله متعال برای ما در صحبت از همین بحث آزمایش‌های الهی می‌فرماید که در آیه 155 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم، این لامی که در ابتدا آمده این را لام تاکید می‌نامند در عربی. درست. اون لنبلون، اون نون تشدیددار رو هم میگن نون تاکید ثقیله، یعنی 3 تا تاکید در این جمله است. 3 تا تاکید در حد قسم میشود، یعنی حتما، قطعا، یقینا
لنبلونکم، شما را آزمایش میکنم. الله متعال میفهمد شکی در این نیست، توی انسان در زندگی آزمایش میشوی، خوب باشی، بد باشی، کافر باشی، مسلمان باشی، پیغمبری هم باشی، فرعون هم که باشی، یا با مال یا با گرفتن مال، یا با نعمت یا با گرفتن نعمت. هر کسی باید آزمایش بشود. درست. یکی با دادن نعمت، یکی با گرفتن نعمت، یکی با ثروت، یکی بدون ثروت، یکی با فرزند، یکی بدون فرزند، یکی با سلامتی، یکی با بیماری، یکی با شهرت، یکی با گمنامی. هر کسی در دنیا آزمایش می شود بلا استثناء. همه این طبیعت دنیاست. الله تعالی شما رو به یک شکل آزمایش میکنه، من رو به شکل دیگر آزمایش میکنه. اگر شما رو مثلا با پول آزمایش کرد، شاید من با فقر آزمایش بکنم. و همینطور است. نباید به خود آزمایش اعتراض کرد. خدایا چرا من با پول آزمایش نکردی، اون با پول؟ شاید من اگر اون پول پیش من می بود اصلا از راه به در میشدم. الله خواسته من آزمایش بکنه. من وظیفه‌ای دارم، اون شما وظیفه‌ای داری، اون یکی دیگر وظیفه‌ای داره. هر کسی در میدان خودش آزمایش میشه. حتما شما رو آزمایش میکنم به شیء، این چیز ناچیزی البته شما زیاد طاقت ندارید، کمی، من الخوف، درست. ترس میآید. ترس در زندگی شما میآید، جنگ میآید، ناامنی میآید، بی‌اعتمادی میآید، دزد میآید، خائن میآید، متجاوز میآید، ظالم میآید، کشت و کشتار میشود. این یک آزمایش های، این نوعی از خوف، ترس. والجوع، گرسنگی، کمبود مال، گرسنگی، قحطی میآید، گرسنگی میآید. شما مال درست حسابی ندارید، غذای خوردن درست حسابی ندارید. اینم یک نوع آزمایش است. و نقص من الاموال، مشکلات اقتصادی، پولتان کم می شود، حساب بانکیتان خالی می شود، بدهکار می شوید، حقوق نرسیده است، کارتان از دست می دهید، اقتصاد شما ضرر می کند، برشکست می شوید، مال شما رو دزد می دزدد. این یک آزمایش است. همه اینها آزمایش است. والانفس، و نقص در جانها. یکی از عزیزانتان می میرد، می رود، کم می شود، مصیبت می آید. و الثمرات، محصول زندگی شما، فرزند شما، دستاورد زندگی شما، محصول باغ شما، هم از بین می رود یک دفعه. الله این کار را می کند تا تو را آزمایش کند که چیکار میکنی. استاد گویا این مثال ها فقط به امروز داده شده. چقدر این مثال ها، این قانون الله متعال است. دنیا رو اینطور آفریده است. همینطوری. هر کدام از ما در یک از اینها هست. درست. استاد اینا در مقابل این خوف و ذکر که اینجا شده، در مقابل ازی چی باید کرد؟ ادامه آیه همین رو میگوید. ادامه آیه میفرماید که وظیفه ما، خب آزمایش است، ما باید آزمایش رو چیکار بکنیم؟ و بشر صابرین، صبر. درست. سخت است گرسنه باشی، سخت است شما مشکلات داری، سخت است پول در جیبت نیست، سخت است تنهایی، سخت است فرزند نداری، سخت است در زندانی، سخت است بیماری، سخت است در غربتی، سخت است و سخت است و سخت است شرایطی که شما در او هستی. اما شما به خاطر تحمل همین شرایط اجر میبری پیش الله متعال، ثواب نوشته میشه برای تو، گناهان تو پاک میشه، بی اثر نمیماند، تو پاداش این را میبینی. این ما مثلا این کارگر رو میبینیم که صبح تا شب کار میکنه، بیل میزنه، کلنگ میزنه. چرا این کارو میکنه؟ چون میگه آخر ما حقوق میگیرم. غیر از این است. تحمل سختی و مشکلات به خاطر چی است؟ 5 ساعت 6 ساعت پشت فرمان ماشین نشسته، مثلا راننده محترمی کار میکنه، خسته، گفته چرا تحمل میکنه؟ چون پاداش میگیره. بله. پاداش این خستگی را میگیره. پیش الله متعال فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک ذره کار خیرم بکنی به الله متعال بهت میده. صبر عبادت است. الله متعال میفهمد و بشر الصابرین، بشارت بده مصیبت صابران رو، بشارت. باز الله متعال میفهمد انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابران رو بدون حساب کتاب الله متعال پاداش میده. الله متعال که بدون حساب کتاب الله که بدد میدهد. معلوم نیست. صبر در چی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی به آنها مصیبتی میرسد، سختی میرسد، کمی میرسد، میگن انا لله و انا الیه راجعون. این جمله رو ما خیلی وقتا میخوانیم اما کمتر فکر میکنیم به این جمله. فکر میکنم زیادتر از خاطر که در وقتی که کسی فوت میکنه، بس که اونجا استفاده کردیم مختص شده با موزه. یکی هر وقت که سختی میرسد، بله، انسان باید این را بگوید. این ببینید مفهوم، ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون، اما وقتی در بحث میرویم درست، ما از اللهیم و به سوی او میرویم. یعنی یک ذات عظیمی که این آسمان ها و زمین را آفریده است و خالق آسمان و زمین است، مالک آسمان و زمین است، من را دوست دارد، من را خلق کرده، مهربانتر از مادر به من است،
برای من یک چیزی را حکمتی در اون دیده، سختی گذاشته، او مرا آزمایش میکند، من به خاطر او این آزمایش را تحمل میکنم، چون پیش او میروم بله. و به من خواهد گفت فلانی در این آزمایش چه کار کردی؟ مگر من نبودم؟ مگر من به تو نگفتم تحمل کن؟ نگفتم پیش من میایی؟ نگفتم این روزها میگذرد؟ نگفتم زندگی تو تمام میشود؟ نگفتم به تو پاداش میدم؟ چرا تحمل نکرد؟ انا لله و انا الیه راجعون. یعنی که بفهمد انسان من مسافرم. شما وقتی سفر میروید از یک شهر شما میرید به شهر دیگه، در یک اتوبوسی مثلا بله. شما سوار میشید، 10 ساعت 15 ساعت 20 ساعت در اتوبوس است. بغل دستی شما آدم خوبی نیست، پشت سری شما آدم خوبی نیست، هوا خوب نیست، سر و صدا زیاد است، غذای مناسبی نیست، صندلی که شما نشستین راحت نیست. تحمل میکنید. چرا؟ چون به مقصد میرسید. چون تمام میشود. چون هدف چیز دیگری است. یک شما رو به هدف میرساند. شما هدفتون چی است؟ از این شهر بروید به فلان شهر. این کار رو میکنید. تمام. خلاص میشه، تمام میشود. این وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که این تصور را دارند در دنیا، صبر، استقامت، وقتی که آزمایش میکنن نمیگن که خدا فقط من بدبخت را دید، بچه من را از من گرفت، من چه گناهی کرده بودم خدا با من اینطور رفتار میکنه. بعضی با الله متعال طوری صحبت میکنن انگار طلبکارند. فراموش کردن که تو مخلوقی، الله تو رو خلق کرده. بچه حق دارد پیش پدر خودش بیاد حساب کتاب بکنه، بابا این پولی که مال بابا است، ثروتی که مال بابا است، قدرتی که مال بابا است، زحمت کشیده همه رو به دست آورده، بگه بابا تو چیکار هستی، تو فلان هستی. بابایی که در گوشش خواهد خواباند که برو جمع کن، تو تا دیروز نبودی، حالا دست چپ راست تو شناختی. وقتی انسان درباره پدرش جرئت نمیکنه با این ادبیات صحبت بکنه، درباره الله متعال چطور باید بعضی خود گستاخ میشوند، انقدر میگن خداوند چرا من 4 رکعت نماز خواندم خدا من مشکلات ما رو حل نکرده. تو بهتر از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستی؟ تو تاجری تجارت میکنی بر الله متعال؟ اگر درست میفهمید معنای این را، کسی که درست فهمیده باشد میدان آزمایش را این حرف را نمیزند. تو آزمایش میشوی، الله تو رو آزمایش کرده. همین که تو را رها نکرده به خیال خود که هر کاری داره تو میخواهد بکنید، خدا رو شکر کن که از تو قطع امید نکرده. هنوز تو رو بستر تخت بیمارستان 4 تا سرم به تو بسته است و چیزی، هنوز با امید به تو هست. بله. همین که در مشکلات و سختی ها هستی، همین خودش این آزمایش هست، بخوای نخوای هست. آزمایش برای همه است. همونایی هم که ما فکر میکنیم که ظاهرا لازم مادی قدرتی دارن، ثروتی دارن، بعضیشون خوب است، اینطور نیست. همون جنگ‌های خانوادگی دارن، جدایی خانوادگی دارن، مصیبت دارن، عزیزانشون میمیرن، مریض میشن و بسیار از مصیبت‌ها. اینطور نیست که ما فکر کنیم اونا بعضیشون خوب است فقط از ما بد است. درست. الله متعال اگر به یک نفری نعمتی داده به 10 تا نعمت دیگه باز به اون نداد. درست. و یک چیزی به این داده به اون نداده، یک چیزی به اون داده به این نداده، همه رو تقسیم کرد. الله متعال در ادامه فرمود کسانی که این حرف رو میزنن اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، درود الله متعال بر آنهاست، رحمت الله متعال بر آنها نازل میشود، رحمت‌های خاصه الله متعال، درود الله متعال. رحمت الهی تنهایی نیست که ما وضعمون خوب باشه. متاسفانه ما چرا همه چیز رو در پول میبینیم؟ فکر میکنیم که آقا حتما اگر من جیب من پر شد، پول داشتم، خلاص من دیگه خدا من دوست دارد، نتیجه عبادت رو میده. همین که تو سالمی، همین که تو سلامتی، همین که رابطه تو با همسرت خوب است، رابطه تو با پدر مادرت خوب است، رابطه تو با فرزندانت خوب است، همین که آبرو داری، همین که احترام داری، اینا همه رزق و روزی است. این تنهایی نیست که فقط همت مال باشد. الله متعال میفهمد، یک مثالی به ما میزد. اولئک هم المهتدون، اینها هستن که راه را فهمیدن، هدایت شدن. درست. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صحبت از آزمایش و ابتلا و سختی ها و مصیبت ها، یک دفعه صحبت از صفا و مروه می شود. کدام ارتباط اینجا بسیاری اینجا فکر میکنن که خب ربطی ندارد، حافظایی که نمیدونن معنی رو میرن رکوع، همین تراویح که میخوانن میگن خب این الصفا رو رکعت بعد میخوانن، در حالی که انقدر ارتباط بین این دو آیات است. عجیب. ان الصفا والمروه من شعائر الله. یک حکم فقهی رو الله تعالی اینجا میفهمد که صفا و مروه از مقدسات است. هر کسی که میرود حج یا عمره میتواند طواف کند و طواف کند بین صفا و مروه. خب ذکر صفا و مروه بعد از این آیات صبر و استقامت و آزمایش، صفا و مروه یادآور و یادگار کیست؟ ابراهیم علیه السلام وقتی طفل شیرخوار خود اسماعیل علیه السلام را آورد، بله، با بانو هاجر گذاشت در سرزمینی که آنجا هیچ چی نبود، در مسجد الحرام فعلی، نه خانه کعبه بود، نه این ساختمان ها بود، نه کسی زندگی میکرد در شهر مکه، اصلا شهر وجود نداشت، یک بیابان لم یزرع. خود ابراهیم علیه السلام فرمود انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع.
عند بیتک المحرم، یا الله من اینها رو گذاشتم و دستور تو رفتم. ابراهیم علیه السلام اینها رو گذاشت در بیابانی که هیچ کس نیست، یک زن تنها، یک طفل، نه آب نه غذا، به اندازه آب و غذا به اندازه کافی نداشت، مقداری بود تمام شد بعد 2-3 روز. درست. و رفت. ابراهیم علیه السلام به اذن الله تعالی فرمود اینها رو بگذار برو. آزمایش است. ابراهیم علیه السلام فرمود که بگذار برو. گذاشت رفت. آزمایش است. هاجر آمد گفت که ابراهیم تو از پیش خود این کارو میکنی یا الله دستور داد؟ فرمود الله فرمود که الله دستور داد. گفت پس ما را ضایع نخواهد کرد. ایمان این فرد، ایمان اون ابراهیم علیه السلام، طفل شیرخوار است، مادر تک و تنها، بچه گرسنه ماند، 2 روز 3 روز تمام شد، آب و غذا شیری هم نیست. روی صفا رفت، شاید پشت صفا کسی باشد، روی مروه رفت، شاید پشت مروه کسی باشد، 7 بار دوید و رفت. الله متعال نتیجه این صبر چی شد؟ آب زمزمی جوشاند تا امروز مانده است. مردمی آمدن آنجا، زندگی شروع شد، اولین ساکنان مکه مکرمه شدن، مکه تأسیس شد، صفا و مروه را مقدس کرد که تا روز قیامت هر مسلمانی جای هاجر بدود و بیاید. چرا؟ چون همه این آزمایش‌ها برای اونها شد. اینجا که الله تعالی فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف در آیه 155، ترس بود یا نبود برای هاجر و اسماعیل؟ شاید دشمن می آمد. والجوع، گرسنگی بود یا نبود؟ غذا تمام شد، آب تمام شد. و نقص من الاموال، مال هم تمام شد. والانفس، انسان ها 3 نفر بودن، ابراهیم رفت 2 نفر ماندن. و الثمرات، ثمره زندگی داشت از دست می رفت. آزمایش شد یا نشد؟ همه اینها آزمایش شدن. و بشر الصابرین، چون صبر کرد الله متعال هم نتیجه صبرش رو جاودانه کرد. چون همه این آزمایش ها برای اون بود، الله متعال برای ما با ذکر صفا و مروه نشان میداد که ببینید، یک نمونه بزنم، ابراهیم، اسماعیل، هاجر، این آزمایش ها همه برای آنها بود، صبر کردن. نتیجهش چی شد؟ مسجد الحرام، مکه، صفا و مروه، کعبه، صفا و مروه، مقام ابراهیم، آب زمزم، منا، مزدلفه، عرفات، تمام اینها یادگار ابراهیم علیه السلام است. درست. و اسماعیل علیه السلام و خانواده ابراهیم علیه السلام که صبر کردند. خلاصه می‌کنیم صحبت رو که آزمایش و ابتلا برای همه است بلا استثناء، هم با خوبی است هم با بدی است. و فراموش نکنیم که این که انسان در یک سختی قرار دارد، اگر رابطه انسان با الله متعال، اگر کسی در نعمت بود، این نکته، اگر کسی در نعمت است، در رفاه است و رابطه او با الله متعال خوب است، این لطف الله متعال است. سلیمان علیه السلام پیامبر است، پادشاه هم است. داوود پیامبر است، پادشاه هم است. الله متعال اینطور آزمایش میکند. بله. ذوالقرنین هم از اولیای خدا که اینطور پادشاهی دارد. اما اگر داشت و نعمت رابطه او با خدا خراب بود، این نشان از اعلان جنگ الله متعال با اوست. فرعون است، قارون است، هامان است. الله متعال او را رها کرده تا بیشتر گناه کنه، تا بیشتر عذاب بکنه. اگر مؤمنی بود که در مشکلات و سختی ها بود، به این معنا نیست که الله متعال او را دوست ندارد. یوسف علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم و 10 مثال دیگر برای این نشان دارند اراده الله این است. هر کسی رو یک جور آزمایش میکند. مهم این است که ما به الله متعال و آزمایش های الله متعال بدانیم که باید صبر بکنیم، صبر در مصیبت، صبر در معصیت، صبر در عبادت ها و آنجوری که ناشکری نکنیم و تقوا الهی رو پیشه کنیم تا باشد که در این آزمایشی که الله متعال ما شما رو قرار داده پیروز باشیم. و همه این روزی ها میگذرد. ظالم هم باید روزی پیش الله متعال پاسخ دهد. درست. مظلوم هم پیش الله متعال هیچ چیزی پنهان نمی شود. ظالم روز الله متعال، ظالم پوست بدن ظالم به ظلم او شهادت خواهد داد، دست او شهادت خواهد داد، زبان او، گوش او، چشم او، آن مکانی که آنجا ظلم شده، یومئذ تحدث اخبارها، زمین به زبان درآ خواهد آمد، ملائکه الله تعالی می نویسند و کفى بالله شهیدا، و الله متعال شهید است. هر جا ظلمی می شود اینها همه ثبت و ضبط می شود. آزمایش های الهی برای ما وظیفه ما رو مشخص کرده. ظالم هم روز قیامت پاسخ خواهد داد، مظلوم هم نتیجه آزمایش ها و سختی ها و مشقت های خود را خواهد دید و هیچ چیزی در این دنیا بدون اجر و پاداش و بدون حساب کتاب نیست. استاد باید بگیم با عرض تأسف که به پایان برنامه می رسیم و وقت یاری نمیکنه. خیلی برنامه پرمفهومی بود و امیدوار هستم سوالات خیلی دوستایی که در این باب داشتن و به حساب بگیم ناراض بودن از این کمبود اموالشان و یا مشکلات که دارن بفهمند که با صبر و تحمل انشالله که
ثمره خوب خواهند داشت. تشکر استاد، بارک الله فیکم. خوش آمده بدین. عزیزان گرامی و بینندگان محترمین بود یکی از برنامه‌های دیگر ما. تا دیدار بعد و برنامه دیگر، الله بدرود.